سلام دوستان، امیدوارم حال یکی شما عزیزان خوب باشه. تو این قسمت اومدم بازی موبایلی رو بهتون معرفی کنم که در واقع از پلی استیشن 2 اومدن. همونجوری که میدونیم پلی استیشن 2 یکی از محبوب ترین پلی استیشن های تاریخه و کلی خاطرات از زنده میکنه. حالا میریم توی این بخش فایل های بازیمون. هست اولا که نسخه کراش بندیکوت هست، باز خدای جنگ 2، خدای جنگ 1 هست، تیکن 8 میبینین که همینجور هست. البته اینا نیاز به شبیه ساز ندارن ها، اینا هیچ کدومشون نیاز به شبیه ساز ندارن، به شرطی که همونجوری میگم دانلودشون کنید. باز به اینترنت تخریبی کیهانی که مال پلی استیشن 2 بود هست. شاهزاده ایرانی 2 تا 5 هست. اساسین کرید اجداد هست. لاک پشتای نینجا و پلنگ صورتی مورتال کامبت. تیکن 7 پپسی من که مال PS1 بود در واقع میشه گفت هست. ببین بازی زیادی هست و واقعا هم فرق بین بازی های موبایل با بازی های پلی استیشن همینه. یعنی شما وقتی اصلا اینا رو بازی میکنین قشنگ احساس میکنید خود داری توی بازی زندگی میکنید. بخش داستانی های بازی به شدت قویه. و یه نکته راجع به همین شاهزاده ایرانی که همینیه که نسخه جدیدش رو پرنس آف پرشیا PS4 و PS5 و ایکس باکس و اینا اومده، اونا ادامه دار این مجموعه است. خب الان برای شما بتونین این بازی رو دانلود کنین باید چیکار کنین؟ باید تشریف بیارین برنامه بازار دانلود کنین. وقتی برنامه بازار رو دانلود کردین میزنین شاهزاده ایرانی. دقت کنین شاهزاده ایرانی که بقیه زیر مجموعه هاشون هم بیاره. حالا کراش هم میتونین بنویسین که بالاخره یکی بزنین تو مرتبطاش پیدا کنه اونا رو. وقتی میان شاهزاده ایرانی می‌نویسین مثلا حجم 471 گیگ، 10,000 تا هم نصب فعال. دقت کنین نظاراتش همین نظارات باشه که نظارات مثبت داده باشن، چون بعضی وقتا بعضی شرکت‌ها میگیرن فیلمشو میسازن که فیلمش جالب نیست و بازی اصلی نیست. مثلا این کشتیکش 2020 اینم الان خود بازی از کجا میفهمی؟ از کجا که مثلا نظارات مثبت بوده باشه. حالا اینو دانلود میکنیم. مثلا حجمشو میگم اکثر بازی رو همین 400 500 مگابایتن. باز خدای جنگ هم مثلا الان این نسخه خوبی نیست زیاد فکر کنم، چون 8 مگابایت هم بیشتر حجم نداره یا باید دیتا رو از درون خود بازی دانلود کنین. که حالا من همون خدای جنگی نشونتون دادم دقیقا همینه. این گول عکس‌ها رو نخوریم، بعضی وقتا عکس‌ها رو با کیفیت جلوه میدن که مردم گول بزنن برن دانلود کنن. حالا از این که بگذریم، اگه سیستم عامل قوی داشته باشین میتونین بازی‌های مثل رزیدنت ایول 4 اصلی رو هم دانلود کنین که اصلا کلا انحصاری بازی‌های پلی استیشن و ایکس باکس. رزیدنت ایول، خب اینو اسمشو زدیم. رزیدنت ایول 2، رزیدنت ایول اینا هیچ کدوم نیسته. رزیدنت ایول 4 اصلی. اینو از اونجایی که من گوشیم والا A13 بود، حجمش هم بالاست، 1 گیگ و 540 مگابایت فکر کنم حجم داره، 20,000 تا نصب موفق داره. نظارات مردم اکثرا مثبت بود و احتمالاً بازی خوبی باشه، چون اینو خودم نصبش نکردم حقیقت. یعنی نصب کردم چون گوشیم یه سری مدلش پایین بود بالا نیاورد برای من. رو A13 که جواب نمیده. انشالله رو بقیه گوشی مدل بالا اگه دارین حتما نصبش کنین، لذتشو ببرین. گرافیکش هم خداییش خوبه با اینکه روی گوشیه. تقریبا میشه گفت به پای ریمیکش که نمیرسه، ولی خب بازی بی‌نقصیه. تو این سبکی که بازی‌ها رو میذارن بازی بی‌نقصی. و یه مورد دیگه، اگه میخوایم بازیاتون همشون یعنی بهترین حالت داشته باشن، دیگه پرداخت درون برنامه ای چیزی نداشته باشن و راحت بتونین نصبشون کنین، نگاه کنین زیر مثلا اسم بازی نوشته گروه برنامه‌نویسی سندس. خب سندس اگر هر شرکتی غیر از این باشه، این پیام تبلیغاتی داره ولی خب دیگه محتویات درون برنامه‌ای بهتون نمیده که مثلا خرج کنین و این کار کنین. نه، از این نظر این بهتره. حالا تو این بخش چی کردیم؟ حالا میریم یه گیم پلی ریزی هم از مثلا شاهزاده ایرانی داشته باشیم که ببینیم به چه سبکیه، چون اینا دقیقا عین همون پلی استیشن 2 طراحی شدن. عین پلی استیشن ایرانی پلی استیشن 2 طراحی شدن و دکمه‌هاشون هم همونجوری ساخته شده. اولی میره سلام، امروز میخوام میاره که با تبلیغ نگاه کنی حتما. حالا اگه اینترنتتون وصل نباشه دوستان تبلیغ نمیاره. حالا چون من اینترنتم وصله این دیگه سوء استفاده کرده داره تبلیغ میاره که حساب یه پولی به جیب بزنه دیگه. داریم حالا با وایسیم تا تبلیغش تموم شه. بعد نیاز به نصب شبیه ساز هم ندارن اینجور بازی که از بازار دانلود میکنی، از گروه همون سندسی که بهتون گفتم زیر اسم بازیه.
اگر بخواید بقیه چیزا رو دانلود کنین حتما با شبیه ساز داشته باشین. کلی دنگ و فنگ داره، اصلا اعصاب خوردی آخرش هم اونجوری که باید اجرا بشه نمیشه و لگ میزنه و میره بیرون از بازی. بازم حتما این بازی ها رو تجربه کنین، خیلی بازی قشنگی هن. اینجا نگاه علامت آرم پلی استیشن هم اومد، دکمه PS2. حالا اینجا من میزنم اسکیپ. راستی بازیش هم ساخت یوبی سافته، پرنس آف پرشیا. حالا ما میزنیم برای شما مثلا روی همون نیو گیمش که اول ببینید کاتسینای بازی چی جوریه. خودم تا یه جایش رفتم، واقعا بازی قشنگیه، یعنی به معنی واقعی کلمه بازی خیلی قشنگیه. بعد داستان بازی هم یعنی قشنگ درست خارجی ساخته نشه ولی بر اساس شخصیت‌های ایرانی ساخته شده. اگه حمایت کنین شاهزاده ایرانی 3 و 5 هم میذارم که واقعا 3 که دیگه شاهکار، اصلا نمیشه هیچی گفت در وصفش. بعد دوستان یه نکته بگم، خواهشمندم اول ویدیو رو نگاه کنین، خب نگاه کنین، لایک بزنین، بعدش برین یه پست دیگر هم نگاه کنین، بعدش بیاین سابسکرایب کنین. چرا؟ چون مثلا اگه خواستین سابسکرایب کنین همین اول بزنین، یوتیوب روی رفتار ربات گونه خیلی حساس، خب یعنی فکر میکنه شما رباتین و عملا سابتون برای من نمیفرسته و کار میکنه منم ویدیو جدیدم دیگه برای گوشی شما مثلا دیگه فعال نشه. ولی اگه اول بشینین نگاه کنین، قشنگ بگیرین چی کنین، اوکی. حالا بازم سیستم عامل جنگی بازی خیلی خفن طراحی شده، شما در نظر داشته باشین چه فنایی میزنه. مثلا یه لحظه من یه چند لحظه حرف نمیزنم تا شما صدای بازی رو بشنوید. بازم میگم ترجیحاً با گوشی‌های قوی استفاده کنید. از گوشی رم 6 بالا داشته باشید خوشگل تمام بازی رو اجرا می‌کنه. متأسفانه گوشی من رمش 4. هستم هنوز شما گیره نشده، ضعیفه به مزه یه خورده باش کار میشه و چند تا شمشیر و نیزه و اینا هم بهتون در دستتون میذاره که بتونین قشنگ باش بازی کنید. یک سپر داره، با این میره پشت دشمن پرتش میکنه. حالا می 3 تا ضربه بزن که بزن چاقور تو سینه‌ش. حالا بازیش خیلی قشنگه، حتما تجربهش کنید، بهتون خیلی به شدت پیشنهادش تجربهش کنید چون واقعا بازی خفن جذابیه. اصلا بازی گوشی نیست، من پلی استیشن 2 خاطرات تمام اون دسته از عزیزانی که با پلی استیشن 2 خاطره داشتن کلا زنده میشه. خدا رو شکر حالا گوشی هم دارم، صنعت بازیسازی گوشی روز به روز پیشرفت میکنه، بازی پلی استیشن هم به مراتب بالا میره. حالا که شما دارین میبینین خیلی بهتره. یکی اینکه گوشی من سیستم عامل ضعیفه تا ته گرافیک بازی رو بالا نبردم، دو هم این که وقتی داریم به قول یارو گفتنی دیگه داریم از فیلم برداری از صفحه استفاده میکنیم، یه مقدار کیفیت عکس کاهش پیدا میکنه، احتمالاً خروجی که دست شما عزیزان برسه خروجی واقعیش نباشه. حالا حجم بازی هم زیاد نیست، میتونین اون دانلود کنین خودتون لذتش. راستی دوستان فعلا اسم کانال بزنین، همین تاوان نزومی بزنین میاره. فعلا حقیقت لوگو مناسب و اسم اینا براش طراحی نکردیم تا ببینیم کانال چجوری پیش میره، چه سبکی بیشتر فعالیت داریم که اسمش بر اساس اون بزنیم. خب فکر کنم این اولین بازی که بازی باشه. با ضربه حالا ببین چی گفته، دو بار بزن رو مثلث، هیچ اتفاقی نمیفته. با بریم بالا، فکر کنم با بریم با اسوایتش بجنگیم.
خیلی اجوران کردی گارد بگیر صدایی داره راستی میشه بخش تنظیم که دسته PS4 هم بازی کنیم قشنگ دسته رو وصل کنیم به تلویزیون نمایش تلویزیون کلا عین همون پلی‌استیشن 2 دیگه بازی کنیم اونجوری خیلی راحت تر میشه. خب ساعت چشم رو کور کرد. خیلی خوب ده حرف همیز شمشیر موننده خوبه اول ما دست خالی باباش بجنگیم فکر کنم نه دیگه رفت سراغ کابین بعدی بذار دست رو زیاد کنم و حیوله رو عمر پرد کردم داخل یه جزیره دور افتاده. این الان بیهوش داره خاطراتش یادش میاد اگه درست فهمیده باشم اینجوری است. آره دقیقا بیهوش بوده داره خاطراتش یادش میاد که کلاغا هم بالا سرشن به قول دورچی کلاغا رو. خب بچه فعلا تا همینجا ویدیو بس. ببینم اگه شمشیرش هم نیست فعلا تا همینجا ویدیو بس. ببینیم لایک و کامنت حساب میگیره که بریم پارت دومش یعنی قشنگ ادامهشو از همینجا براتون میرم. اگه دوست داشته باشین بعدش لینک بازی رو براتون بگین توی کامنت ها براتون بفرستم که خودتون هم بتونین مستقیم بازیش کنین و با منم فکر کنم 2 نفره هم بشه بازیش کنین به جای یارش مثلا باشین میشه بازی. فعلا بوس بدم و تک تکتون عشقین. فعلا خداحافظ. لایک و کامنت حسابم فراموش نشه. سلام دوستان، تر آشنایی من با یوتیوب فارسی. امیدوارم لحظات خوبی رو در کنار هم دیگه رقم بزنیم، لحظات خوشی در کنار هم دیگه داشته باشیم. اسم من طه هسته و کرمانی هستم و برای طنز بیشتر ویدیوها در بعضی مواقع با لهجه غلیظ کرمانی باهاتون صحبت میکنم. حالا ببینید محتوای کانال من نسبت به بقیه کانال‌ها متفاوته. خب دوستان عزیز، و اینکه سعی میکنم در بیشتر زمینه‌ها فعالیت داشته باشم تا باب میل همه شما عزیزان باشه. در زمینه گیمینگ، در زمینه آموزشی موبایل بازی‌های گیمینگ و ورزش و غیره. و میریم حالا وبگردی و طبیعت و اینا هم یه سری چیزا تو کانال هست، معرفی شهر و گیمینگ و اینا. و ببخشید دوستان چون من یه سری الان دارم توپق میزنم به قول خودمون دیگه تو حرف زدن اینا، چون دفعه اولم به مرور زمان اینا هم بهتر و بهتر میشه. و اگه حمایت هم کنین قول میدم لحظات خوبی رو برای هم دیگه داشته باشیم، سرگرم کننده باشه کانال و غیره. حالا با بچه کرمونی هم که تاج سر ما هستن، البته همه ملت ایران، بعدش هم بگیرین حمایت کنین. خدا وکیلی الان یوتیوب فارسی هنوز اونجور باید رشد کنه، رشد نکرد. رشد کنه منم لحظات آنباکسینگ و از این چیزا میذارم تو کانال.